با سلام و عرض ادب حضور شما همراهان گرامی. تلاش طالبان برای گسترش روابط اقتصادی با منطقه، محدودیت سفر شهروندان افغانستان به آمریکا و توقف فعالیت رسانه‌های صدای آمریکا و رادیو آزادی و تصمیم ترامپ از موضوعات مورد توجه کاربران بوده که در ادامه با آنها نگاهی خواهیم داشت. همراهمان باشید. رحمت الله فیضان: اولویت ما برقراری روابط نیک با همسایگان است. بیایید با بهره‌گیری از امکانات موجود در دو کشور رفاه و پیشرفت ملت‌های ایران و افغانستان را به گونه‌ای تامین کنیم که از دشمنان مشترک بی‌نیاز باشیم. دننتکی آسیا: افغانستان، ایران و ترکمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و روابط تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری‌های منطقه‌ای دارند. عبداللطیف نظری: گسترش مراودات سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورها و تبدیل شدن افغانستان به مرکز تحولات اقتصادی منطقه یکی از اهداف عمده سیاست‌های نظام است. حریت رادیو پشتو: افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و اهمیت استراتژیک خود منطقه‌ای کلیدی در نقشه جهان است. در مورد اعمال محدودیت‌های سفر شهروندان افغانستان به آمریکا، مرکز مطالعات افغانستان نوشته دولت ترامپ در حال بررسی اعمال محدودیت سفر برای شهروندان 41 کشور از جمله افغانستان، ایران و سوریه است. در صفحه ABN پشتو آمده در یک مصاحبه تازه شان واندیور، رئیس برنامه انتقال افغان‌ها به ایالات متحده، اظهار داشت که تعلیق برنامه انتقال افغان‌ها خیانت است و اعتبار جهانی ایالات متحده را زیر سوال می‌برد. گفت زمانی که آمریکا از نظر سیاسی ناامن می شود، متحدان و همکاران خود را رها می کند. و اما راجع به توقف فعالیت‌های صدای آمریکا و رادیو آزادی، شریف حسنیار گفته توقف صدای آمریکا نشان داد که کمک‌های خارجی پایدار نیست. آمریکا از آزادی بیان حمایت می‌کند، اما فقط تا وقتی که به نفعش باشد. رسانه‌های افغانستان باید مستقل شوند. وابستگی یعنی نابودی. شفق سیاه‌پوش: دو پایگاه مهم تبلیغاتی پشتونیسم افغانیسم با نام‌های صدای آمریکا، رادیو آزادی تعطیل شد. ترجمان افغانستان هم نوشته تصمیم دونالد ترامپ برای محدود کردن یا تعطیلی برخی رسانه‌های تحت حمایت دولت آمریکا از جمله صدای آمریکا یا VOA از دیدگاه برخی ناظران گامی در جهت کاهش جنگ رسانه‌ای و نفوذ تبلیغاتی این رسانه‌ها در کشورهای مختلف تلقی می‌شود. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. پیروز و سرفراز باشید.